سلام، خسته نباشید دوستان عزیز. این ماشین به عنوان روغنسوزی مراجعه کرده که تعویض رینگ و پیستون و یاتاقان، صدای یاتاقان هم میده. باز کردیم، این سیلندش، این وضعیت موتوره که باز کردیم. حالا باید کارهای اولیه‌اش انجام بشه تا مراحل بعدی. تعویض تصمیم تایمشه، باید تعویض بشه. اینم صفر کنه تایمشه که صدا میده، باید عوض بشه. اینم از وضعیت همه تمیزکاریاش انجام میشه و بعد موتور جمع میشه. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. این همون موتوری که دیروز فیلمشو برداشتم که باز کرده بودن. این موتور الان پولیشکاری شده، کفتراشی شده، قلاویز شده، جای پیچاش مشکل داشت. این حالت سیلندشه، این جای ببینید جای پیستون و جای رینگاشه، ببینید به چه تمیزی. اونم میلنگ داخلش انجام شده. الان موتور میخوام جا بزنم که تموم بشه. سلام، خسته نباشید. ببینید این وسایل موتوره که شستیم، آماده است واسه موتور جمع کردن. این هم خود موتور شسته شده، آماده واسه جمع کردن. حالا بعد اینم که جمع شد، باز آخر مرحله یه فیلم کاملی. با عرض سلام، خسته نباشی. همون موتوریه که صبح نشون دادم جمع شده، پیستون شسته رفته، تقریبا تا یه ساعت دیگه آماده بالا انداختنه. دارم تکمیلش میکنم.